یک حج بنده بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیاست. یک حج قدرش، قیمتش از دنیا و آن چیزی که در دنیاست از همه این دیده بالاتر است. لیکن در دوام این روایت و صلات فریضة خیر من 1000 حجة، یک نماز فرضی که شما میخوانید، یک نماز شما در یک روز شما 5 نماز دارید، یک نماز شما در نزد خداوند از روی ثواب بالاتر بوده است از 1000 حجی که در راه خدا کرده می شود. از 1000 حج یک نماز فریضه را ثوابش بالاتر بوده است. در یک روز اگر شما را خدا توفیق دهد نماز در وقت خودش 5 وقت با جماعت اگر ادا کنین، تصور کنین که 5000 حج خداوند در نامه اعمال شما می نویسد.